سلام، در قسمت دوم هستیم با موضوع چرا بیم مهمه. ما در نرم افزار بیم میایم یه ساختمون رو به صورت مدل 3 بعدی شبیه سازی میکنیم و نقشه هایی رو خروجی میگیریم که اطلاعات بسیار دقیق رو به کارفرما ارائه میده. حالا این چجوری به وجود میاد؟ این بر اساس اینه که تمام گروه های معماری، سازه برق و مکانیک در یک مدل مشترک با همدیگه دارن کار میکنن و بعد از نتیجه اولیه تمام اطلاعات با همدیگه یکی میشه و تداخلات به وجود اومده رو رفع میکنن و یک خروجی کاملا دقیق برای اجرا رو ارائه میدن و این هستش فرق بین یک پروژه حرفه‌ای و یک پروژه مبتدی. در قسمت سوم همراه من باشید با موضوعی که بیم از چه مرحله‌ای آغاز میشه. ممنون از اینکه همراهیم کردید.